وجدل وجدل حمدی. اوه منی دلوش بیا من پر تو کولیگان منی دست برادر دورشاد. وجدل دورشاد چیه دلوش درهبات هنوم درو بلوت زانم تو گوشن شاید باد دورشاد گوشین که بلی می چیزی بلوت مردم بزانن دورشاد همه وجدل وشاد کن همه بیا که بیایاتی یکی مالی دورین دور گفتار دور حدیث دور بیان دوری شنام ها وجدل مروچی جنینانی روچی بزن بونگا با من هم زانم جی منی دلوش من وشان بودم که تو زالبول نگوشت زالبول دیگه بعد گوست انسانی کپ چون کنه گو دیگه هنگی بعد نه بچه دلوش می خاصین روچا هنگیم وحدا منی سوگه منی براسان گوهاران ماتان واجهان همشیه که یک کمو که وحدی که ارسی باره بید جنین سیک دیک جنه گرگی دو سه گرد پرنگ طالبان آمی که شدتن دوهه آمی قرارداد و اگریمنت توشی مردم لیست که یک جنی بید یکی دو هسته آدگران درو سه چار بچار انسان مروچی ما بچاره می گوهاران رودانی سرا چه می مردین براسان بازین دست برشترن و ما چشی سک واشو گلی اگر ای می جنین یا ما تو گوهار هر ملکی ببین ایوتی حقا گپا وتی کارا مکنند اولوس ملک دیگه ما نرود تا این دلواش بچار می بازیم بلوچی وحدی که ارث مسئله یه ما وتی مسلمانیه دیما یارید که سیک نزانان یدگر و آدگر ولی باز جاگه هنچی هست مسئله هسته که کما شاک چه دنیا شده وقت گوشته که من جنین مردی پرک نکن منی زگانا درستانا چی جنین مردی همسر برسید گودا نباید این که ما ایشی هم باز کس می مردینان ایدان یه چیزان سرا که وقتی ذاتی مفاد اینتر قلندر گفتگم و تا رو پیش دارم امید این چوش مکنم هو وجدل تو گوشه کجا ملکه جنین گشتر عذاب و ظلم و زورانی چیران دلواش این مزنی جستی شی پس یک دو ملین تکار نه بله من ترا دلواش هنچو کسان بگوشم که ما وتی ایزدی کردان هم باشم گوشیم که اید دایشی مردم که مردم گوشک نبند مطلب بزان کردش مردمی نبوده مردینان بکش جنینان کسان مزن ببر آک مستر بودگن تو وتی کنیز و مولد بکن آک کسترن بها بکن $50-100 و پدا جای زنجیر کرده بسته
که هر مردمی که گویشی ها هم بستر ببید $10 $20 بدم. یعنی واقعی ما هنگیم وعدا یعنی هیچی گوش نکنم بگرشی که چه ای اسلام نامه بدنام کنک چی گشتر بگوشی مردم. بله دلواش منی مسترین دردی که من باز برایشی حیاله کنم می مظلومین چوکند کسانی یعنی که 8 سال 10 سال 14 15 سال بوده هنین که آوان جنک کشک بیتگن جنین 2 3 یکی 2 3 چوک میریم نو کردی فیمیلی دو بیده شیعه هم نمنه بله یه طفله معصوم گناه چیه؟ شی چیزاند شی پیت چی کتا چی نکتا آخر باید یک شعورداری مردمی یک انسانی یه چیزانا کم که حیال بکن بگوزی دلواش دومی همین میں کشورا عربی ملکان نام مگی بهترین بله چه کویت اردن لبنان و یه دیگر درستان ایشان قانون هستند سرکاری که این گریب جنین آدم که چه بنگلادش و سریلانکا و فلیپین و یه دیگر ملکان بودن میلیونانی گپن که کاران آوان هما آیه ارباب آیه کفیلن یعنی پیتن یعنی هرچی گوشید بکن هیچ وری حق نی هیچ اندازه بزنید که چی گوزیدی بزگانی سر دنیای تو که چوشین سک بازین واش دل واش ببخش بله بسیار بزن منی اندازه همیشن که می بزدگیم بلوچ مات و بهاران که مردی یا چوکی کشک بید برگو گار گمسار کنه بید لویگی سویچه بید هر کس نزاند این چیزا باور نکند گروتی انسانی شکا هم بکند که حقیقت همیشه چوشین جاگاه نیست که آواران تا بیله و آواکه جاوا تا می بولانا درست دیره مگه بلستانی چه شهرات در درست آن لوگان سوچید جنیانان با یک دشت جاگاه موچکن این بازگاه اگر طلایی هست این دوتین رسترین بیشهورین بینامین پوچ شاری چیزان هست و نیست بارد شما اندازه بزنید که این میمات و گواران چورین درد کرشن مسترین درد ایشن نه پنجابی نه سندی نه میوتی بلوچ کسی چه ایشان نه چیزی گوشید نه چیزی نوشته کند دلوش چوکه نان چوکه پوچ نزانه یدگر آدگر مرد کشه چوک برک نزانم بلکه همان مردم ایشیا اندازه بجن که این دردی که شده زنده باد